میشین بینی تو میخواستی منشأ رحمت الهی بشی، تو دماغ خودت نمیتونی پاک کنی. ها خدا وکیلی، آقا به جان خدا مقصر شیخاین، بعضی شیخا که نمیگن اینا رو. آقا این شب عید تو نگم اینا رو کی بهت بگم؟ تو جلسه تحریم بگم، تو عروسی بگم، اونجا که میگن پونه نه پونه عروسی قنبرجونه، اونجا که وقت نیست. اینجا هم که الان مدام میان میگه سی دین از تو قایر نیستی رفیقا، خود ما دعوت کردن، اینا از اونا نیستن. اما خدا نگذره از اونایی که میگه چشمای قشنگ عباس دلمو هوایی کرده، سگ لیلا شدم الحمد. کی میتونه به ناموس امام حسین حرف بزنه که تو غلط میکنی که اصلا خانم امام حسین که کسی نمیتونه. ما مگه برای خانم امام خمینی شعر درست کردیم؟ برای خانواده مقام معظم رهبری مگه ما شعر درست کردیم؟ میگه سگ لیلا شدم الحمدلله، تو که لیلای منی یا عباس علی.